یکی از مراسمات آیینی حرم حضرت زینب سلام الله علیها مراسم گلباران است که در طول سال 2 مرتبه این مراسم انجام میشه. یکی در ایام دهه کرامت مصادف با ایام میلاد حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و حضرت رضا علیه السلام و یکی هم در شب میلاد حضرت زینب سلام الله علیها دختر آقا امیرالمؤمنین که در این مراسم خدمه برادر و خواهر جمع میشن و مدیح سرایی و سخنرانان این برنامه همزمانه و بعدم حرکت خادمین به سمت حرم مطهر در کنار ضریح یک حلقه وصل و توسلی برگزار میشه و گلهای خودشون رو هدیه به حضرت زینب سلام الله علیها میدن. این برنامه با حضور زائرین و مجاورین حرم حضرت زینب سلام الله علیها است که خب زائرین هم در کنار خادمین در این برنامه شرکت میکنن و از این برنامه معنوی و فضای معنوی استفاده لازم رو میبرن.